کاربرد مشتق صعودی و نزولی داره، ماکس و مین داره، ماکسیموم و مینیموم جهت تقعر و نقطه عطف. به جرأت میگم بعد میریم سراغ او ارتفاع و شکلی ها. خب افتضاح ترین حالت ممکن کتابتون درس داده، با کمال احترام، افتضاح ترین حالت ممکن. خب نه میدونم کلی دارم میگم. خب خوب گوش کنی، من یه روشی براش ساختم، تو امتحانم قابل قبوله، تو کنکورم قابل قبوله، جیگر، ماه، طلا، فقط باید معادله درجه اول و دوم، ولی از این تیکه حتما یه تست میاد، با تمام وجودت گوش کن. بچه معادله درجه اول و دوم باید بلد باشی قبل از این درس. معادله درجه اول، معادله درجه دوم، باز اینا رو گفتم. اصلا جایی که باز شما یادت رفته و نخونده هیچ چماشم کاسه اب نداره. اصلا درجه یعنی چی؟ به بزرگترین توان x میگن درجه. الان این معادله درجه چنده؟ x5 منهای 6x4 به علاوه 8x7. این درجه چنده؟ منهای 1000. درجه چنده؟ خب اسکل بزرگترین توان x یه 7 دیگه پرنده. چرا میگی یک؟ درجه 7 این بزرگترین توان ای. نمیفهمی میگم بزرگترین توان x، بزرگترین توان x الان 1 5 4 داری، یه 7 دیگه. این اینقدر اسکلی؟ پس درجه چیه؟ بگین بزرگترین توان x. این مثال یعنی درجه 7. حالا معادله درجه اول یعنی بزرگترین توان x چنده؟ 1. یه مثال بزنم، مثلا x1 به علاوه 2 مساوی با 4x منهای 5. چجوری؟ مثلا 8x. این درجه چنده؟ بگین 1 نیست؟ درجه 1 همه بلدن، مجهول ها یک طرف، معلوم ها یک طرف، جواب عدد معلوم بخش بر ضریب 4x بیادیم و از 8x کم نمیشه، منفی نمیشه، 2 میره اون ور، منهای 5 منهای 2. این از این کم میشه چند x؟ بگین 4x منهای 7. x رو بخوای عدد معلوم ضریب. حالا شما با x اگه همین y میشه دیگه قفل میکنی. اینه چیه؟ فرقی نداره. 2y به علاوه 4 مساوی با منهای y به علاوه 20. بگین این بیاد این ور میشه چی؟ 3y. گوش کنید 4 از 20 میشه چند؟ 16. y میشه 16 3. الان این معادله بر حسب y و درجهش چنده؟ 1. پس درجه 1 رو یاد گرفتیم. معلوم ها میخوای بنویسم؟ معلومات یک طرف، مجهولات یک طرف، نتیجتاً جواب عدد معلوم ضریب مجهول. خب یه درجه تعیین علامتش رو بلدی؟ ها؟ تعیین علامتش، تعیین علامت درجه چی؟ اول. تعیین علامت درجه اول چه شکلیه؟ بچه درجه اول این هم خیلی مهم آیه فروزنده. به تعداد توان x ما جواب داریم، یعنی به تعداد درجه 1 چند تا جواب داره؟ درجه 2، درجه 100، درجه 700، درجه 5. پس به تعداد درجه ما چی داریم؟ جواب داریم. الان درجه اول چند تا جواب داره هر کدومش؟ یکی دیگه. اینا درجه 1 درجه 2. این یک جوابشه. از سمت اینجا منفی بینه‌ت، اینجا مثبت بینه‌ت. از سمت راست همیشه شروع میکنی موافق علامت x، اینجا بگین مخالف علامت x. مثلا اینو تعیین علامت کنی، مثالو تعیین علامتش کنی چند شده؟ بگین منفی 7 چندم 4، منفی بی نهایت بگین مثبت. موافق علامت x مثبت نیست، مخالف علامت x. این تعیین علامت این. تعیین علامت اینو بگین. تعیین علامت این بگین 16 سوم، منفی بی نهایت مثبت بی نهایت. درسته؟ موافق علامت y، مخالف علامت. اگه y منفی بود اینجا منفی میشد، موافق مخالف که میفهمین دیگه. میگه تو همچه مثبت میذاری. خب موافقه چیکار کنم؟ اگه منفی بود منفی میذاشتم. موافق علامت مجهول، مخالف علامت مجهول. درست شد؟
این از تعیین علامت درجه اول. اما معادله درجه دو چه شکلیه؟ معادله درجه چندم دوم، اینا ربطی به پای داره، ربطی بینه. اول شما باید حل درجه دو رو بلد باشی. حل درجه از دلتا دیگه، شنیدین دیگه، درسته؟ چند تا راه داره درجه دو، چند تا راه معروف داره، باید بهتون بگم. نگاه کنید بچه‌ها، درجه دو یک راه اصلی داره که همه ازش جواب میدن و 2 تا تستی داره. 2 تا تستی معروف داره. اصلیش از چی باید بری؟ دلتا. دلتا بلدین؟ دلتا چی میشه؟ اولا فرم درجه دو رو بگم. درجه دو این شکلیه: ax2 به علاوه bx به علاوه c مساوی با 0. چرا به این میگن درجه دو؟ چون بزرگترین توان x 2 میشه درجه دو. فرمش اینه. فرمش پس چیه؟ یاد بگیرید. ax2 به علاوه bx به علاوه c مساوی با 0. بگو فرمشو، بگو. ax2 به علاوه bx به علاوه c، این فرمشه، مساوی با 0. باید اگه از راه اصلیش بخوای بری دلتای جواب. چند تا جواب قطعا داری؟ 2 تا جواب داری. از این راه به دست میاد. منفی ب مثبت منفی رادیکال دلتا که چیه؟ به 2 منهای چی؟ 4/3 تقسیم بر 2a. تمام، همین جوابش به دست میاد. برو بریم. بگو مثلا جواب اینو بگو: x2 به علاوه 5x به علاوه 6 مساوی با 0. جوابش چجوری به دست میاد؟ بگین. x1 و x2. بگین منفی، بگو اول a چنده؟ بگو 1. a ب رو تعیین کن. ب 3. قبول داری؟ بگو منفی ب چنده؟ باریکلا. مثبت منفی رادیکال دلتا ب 2 منهای 4. 5 به توان، نه دیگه ب 2 منهای ب نیست، 5 به توان 2 منهای 4 تا آ پرنده باشه دیگه میتونه جایگزین کنه. 1c، یعنی ظاهر منظورمه 1c دیگه، جایگزین عدد نمیتونی تو بکنی. تقسیم بر 2a. آمونم چنده؟ 5 به توان 2 25. 6 4 تا 24. 25 منهای 24 1. جذر 1. اعتراضی داری؟ یه بار با مثبت میشه x1، یک بار با منفی میشه x2. بگو منهای 5 به علاوه 1 تقسیم بر 2. بگو منهای 5 منهای 1 تقسیم بر 2 میشه منهای 2 منهای 3. اینا جوابای ماه. پس دلتا همین حفظ کنی تمومه. حفظ کنیم همین الان. بگو منفی چی؟ بگو مثبت منفی رادیکال به 2 منهای 4/3 تقسیم بر 2a. فرمو بگو. فرم درجه دو چیه؟ x2 به علاوه c مساوی با 0. جوابا رو بگو: x1 و x2. منفی، آروم باش نگیم اتفاقی نمیفته. منفی ب مثبت منفی رادیکال به 2 منهای 4/3 تقسیم بر 2a. درسته؟ بگو جوابا رو: x1 و x2. منفی ب مثبت منفی رادیکال به 2 منهای 4/3 تقسیم بر 2a. باریک. فرمو بگو: x2 به علاوه به x به علاوه c مساوی با چند؟ 0. یکی دیگه بچه با هم حل کنیم از اینا. بگین x2 منهای 10x به علاوه 3 کجایی؟ درسته؟ منهای 5 مثبت. درسته، مساوی با 0. برو بریم. آش چنده بچه ها؟ بگین 1 بیش منهای 10 دیگه. کدو؟ 10 منهای 10 سی. درسته؟ بگین x1 و x2 جوابای ما. بگین منهای ب منهای 10 باریکلا مثبت منفی رادیکال منهای 10 به توان 2 نمیشه 100. مثبت 100 میشه دیگه. درسته؟ منفیش هم به توان. منهای 4 برابر a 1 c هم چنده؟ 3 4 تا 12. 100 منهای 12 88. این چه عددی گندی گفتم. باید 81 میشد که جذر داشته باشه. نه یه جوری میگن که جذر داشته باشه.
حالا نداشته باشه با همین حل کنیم. ببین 2 برابر آ درسته. بگو 10 به علاوه مثبت منفی جذر چند 88 تقسیم بر 2. اتفاقا خیلی خوب شد. 88 باز اون روش ذهنیه باید بریم. جذر 81 کجاست؟ 88 باریکلا 81 9 100 10 88 به این نزدیک نیست. با این 7 تا فاصله داری، با این 12 تا 9 4 9 38. نظر شما چیه؟ بزن 32 35 36 جذر 88 درست گفتم. توف کنم رو دادم 9 چند 38. خب یه بار با مثبت یه بار با منفی 10 مثبت منفی 9 38 تقسیم بر 2 10 منهای 9 ممیز چند 38 تقسیم بر 2 دیگه خیلی رفت پایین. مفهومش مهمه، حالا عدداش مهم نیست. پس فرم معادله درجه خیلی امروز نکته خوبی یاد گرفتیم. چیه؟ بگو فرمش. نه a x2 bx به علاوه c مساوی با 0 جوابا منفی b مثبت منفی رادیکال به 2 منهای 4 تقسیم بر 2. اینجوری باید بگی. منفی b مثبت منفی رادیکال به 2 منهای 4 تقسیم بر 2. بگو منفی b رادیکال منفی b مثبت منفی رادیکال به 2 منهای 4 تقسیم بر 2 منفی b مثبت منفی به 2 منهای 4 تقسیم بر 2 منفی b مثبت منفی رادیکال به 2 منهای 4 تقسیم بر 2. در با پشت سرم بگی جایزه داری. بگو منفی b مثبت منفی رادیکال به 2 منهای 4 تقسیم بر 2. خب پس این جوابا حالا هر معادله درجه‌ای بهتون بدن روش اصلیش قابل حله، اما تعیین علامت چم اینجا می‌خوایم بگم که هم تو همین تخته همش باشه. پس اصلا اینو نظرتون چیه پاک کنیم؟ ما چی کاریه دیگه؟ میگی چی نگفتم ازش. آخه معادله درجه اول دوم مال اول دبیرستان باید کلاس نهم بعد شما بلد باشین. حالا دیگه اینجا میگم تعیین علامتش. تعیین علامت چم باز از خودش آسان تره. چند تا جواب داره؟ چرا؟ درجه 2 دیگه. منفی بی نهایت مثبت بی نهایت موافق علامت x2. یکی در بین عوض میشه. بگین مخالف علامت x2. بعدی موافق علامت x2. هر کدوم شما میگه اولیه جذاب تره. منهای 3 منهای 2. حتما باید 2 تا جواب داره دیگه. از کوچیک به بزرگ بنویسی. نمیخوای بگی منهای 3 از منهای 2 بزرگتره که اسکل منفیه دیگه. هرچی منفی منهای بی نهایت مثبت بی نهایت. خب شروع کنیم. اولی چیه؟ موافق علامت x2. بگین x2 چیه؟ مثبت 1 نیست، مثبت منفی به. این درجه اول. درجه دوم براتون دسته بندی کردم، لذتشو ببرید. سمت اینو باید سمت ریاضی بنویسی. تعیین علامت خیلی مهمه. این تخته دیگه نمیدونم چی بگم چون باید یاد داشته باشی.